خدایا به حق اسماء حسنات این ساعت اجابت دعاست و این خانه توست و این منبر حبیب توست. پروردگارا اسلام عزیز در روی زمین غالب گردان و قانون قرآن را در تمام عالم حاکم گردان و دشمنای اسلام هلاک و زبون گردان و نقشه های شوم اونها را که برای محو و نابود ساختن اسلام میکشند چون نقش روی آب نابود و مزمحل گردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمدك یا الله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم ارحم مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وأمواتنا وأموات المسلمين آمين آمين. پروردگارا عاجزانه دعا میکنیم که گذشتگان ما را و خصوصا استادان بزرگوار ما را که در عالم قبر بعضی از اونها خواب هستند و بعضی اونها در این عالم الحمدلله حیات هستند مغفرت نما و پدر و مادر ما را خدایا گذشتگانش را رحمت و حیات بودگیشان را خدایا عمر دراز تنی صحت نصیب گردان. خدایا تمام گذشتگان ما را و گذشتگان تمام عاشقان این مدرسه محمدی را که در عالم قبر خوابند مغفرت نما و قبرهاشان باغ از باغ جنت گردان. آمین. و زنده های ما را خدایا توفیق بندگی و پیروی قرآن و سنت نصیب گردان. پروردگارا دلهای ما را امت اسلام و خصوصا دلهای اهل علم از کینو، عداوت و حسد نسبت به برادران اسلامی تازه گردان. خدایا به تمام امت اسلام یک بیداری، یک هوشیاری در مقابل دشمنان اسلام نصیب فرما. آمین. جمعه گذشته اعلان کرده بودم که اگر پروردگار مهلت دهد با شما در این مدرسه محمدی روبرو نشینم و او سوال و درخواست های زیادی که به من ارسال نمودید با گنجایش وقت با بعضی اونها با شما جواب میگویم و انشاءالله جمعه آینده هم موضوع صحبت من جواب گفتنی مکتوب‌های فرستاده شماست و خواهش میکنم که چند جمعه دیگر آینده شما به من مکتوب ننویسید تا اینکه من این بودگی هاش جواب گویم. بعد از آن انشاءالله باز
راه برای شما کشاده می شود. با سوالهای خود ارسال نمایید. زیرا وقتی که من دیشب و امشب بعضی از مکتوبها را خواندم، بعضی برادران اسلامی از من گیله هم کردند که من چند مکتوب نوشتم، شما جواب نگفته. من نمیدانم که در این چی باشد، چی سر باشد. حتی یک برادر گیله هم کرده است که شاید من کم بغل هستم و نمیتونم شما را یاردم کنم، برای خاطر همین مکتوب من به جواب نگفته. خوب برادران عزیز، خدا شاهد است، من این برادر خوش نمیشناسم، خدا رحمت کند کی است. اون شاید خیال میکند که مکتوب هایی که من جواب میگویم اونها را صاحباش به من چیز هدیه میدهند یا چیز پیشکی پول میدهند. بر مکتوب اونها را میخوانم و او برادر مکتوبش مونده بوده. و کدام روز در یک محفل هم بودم، یک طالب علم از من سوال کرد که تقصیر در شهر در طرفی راه حصار میرفتگی میکرارایان همونجا یک گروه از طالب علما بودند، جوانا بودند، درباره شما صحبت رفت. الحمدلله که امروزها نام ما در هر محفل هست، بعضیا با محبت، بعضیا با حسد صحبت میکنند. بگید اونها قسم خوردن که کدام مکتوبی که داخلش پول داشته باشد داملا جوابش میگویند، پول نداشته باشد جواب نمیگویند. خدا رحمت کنیم برادری بدگمانه. من مکتوب های شما را 2 روز 3 روز در پیش نماز محراب میگذارم میایستد. بنابر کسانی که همین گمان دارن ببینن تا 2 روز 3 روز بعض اونها رو تا شب جمعه آینده خرید من نمیگیرم. یعنی همونها رو که شاید بین دیگان تاش داخلش 1 سامانی دارد. اگر این مکتوب ها پول میداشن حالا من خیلی بای میشدم. زیرا که امشب حساب کردم 600 مکتوب از در بالای میزی من. برادران عزیز، خصوصا طالب علما، شما را وظیفتان خواندن است، شما را وظیفتان تقوا است، شما را وظیفتان خوشگمان بودن با برادر مسلمان است. از حاضر که شما در این وقت طالب علمی عداوت دارید، حسد دارید، بدگمان هستید به پیشواهای خود، آینده از شما اسلام چگونه یک پیشوا را میبرارد؟ آینده از شما مسلمان ها از شما چی تعلیم میگیرند؟ اوال بزدتان الله مغفرتتان کنند. خوبه که از این زاید من افسوس میکنم که اینها به من روپرو باشن، من دل مخالی کنم، اما در جای به من اینها و میخورن که منبر رسول اکرم است، نمیدانم من دهن به اختیار خود سرتیم. خوب خدا مغفرتشان کند اینایی. باز خواهش میکنم از جان من مکتوب ها رو کوتاه‌تر کنید، خلاصه کرده سوال تیدین بهتر است. اکنون یک خواهر اسلامی بسیار از من التجای بسیاری کرد از مکتوبی من خواند. السلام علیکم استاد محترم و راهنمای دین اسلام. بسیار من خوشحال هستم که به هر طرفی که من ها بینیم آواز شما استاد بزرگ را میشنوم. من بسیار میخواستم که شما را نه از کسی بلکه از پیش ببینم و بشنوم. انشاءالله من به مراد خود رسیدم. بسیار جوابهای شما و سوالهای نافهم خود را فرستادم و نمیدانم که این کاغذ به دست شما رسید یا نه و شما انتظار سوالهای و از شما انتظار سوالهای خود شدم، ولی شما به سوالهای من جواب ندادید. بسیار بال شکسته گشتم و امید از خدا کردم. باز با این خلاصه آمدم که به خانه خود شما بیایم و به دست شما رسد. استاد بزرگ، از بس که به مسجد دادم به دست شما نرسید. خود آخرین امیدم این است که التماس به سوالهای من جواب گویید. چی بودن خود را نمیفهمم. التماس. یکم سوال من در مکتب معلمه شده کار میکنم و مردم خود به من میگویند که خواندی خود را با آب پرتافتی. آخر من چی کار کردم؟ نمیدانم که چرا به من این خیل میگفته باشند. من در مکتب درس فارسی درس میدهم، با سطر به مکتب میروم
از گفته شریعت بیرون نیستم. الحمدلله برای روزگار خانه‌مان کار میکنم. برادرم 2 سال است که در شهر روسیه است، از او یگان خط و خبر نیست. مادری من چی کار کند؟ از کجا روز گذراند؟ ما را مردم نمیفهمند. استاد محترم، برادری ما را دعا کنید که ساق و سلامت به خانه پدرم بازگردد. آخر با یک پسر است. از آدم بیکار خدا هم بیزار. باید ما در این دنیا برای آخرت خود کار بکنیم. این دنیا دنیای امتحان است. آخر من معلمه شده کار میکنم هم. به فرزندان آنها سخنی به فرزندهای اونها رقص و بازی یاد نمیدهم، بلکه حروفات عربی تعلیم میدهم. بعد از کار مکتب به خانه میروم و 20 نفر طالبه هم دارم. اما موی سفید محله من میگوید که اینها را هم مثل خودت نکنی، باز خوانده در بین معلمان کار کنم. برای چه قدر علم کرد، چی کار کردنم را خودم نمیدانم. خب آخر من از سن 12 سالگی صغیره از پدر ماندم. پدری من در جنگ سال 92 به خاک سپاریده شد. آخر من کار نکنم ما را کی میخوراند؟ پول پنسی صغیرگی به ما چی میشود؟ این کاری که من میکنم خدا مرا بخشد. خب یعنی من برای 30 سامانی در مکتب 2 سال شده است که کار میکنم و به من هر همسایه هر گپ‌های هر خیلی میگویند که تو بی پدر هستی، باید کار نمی کردی. در این زمانه امکی خود به 1 سامانی دادن زورش نمی رسد. اونها نمی فهمند من را و من خواستم به شما مکتوب نویسم و مصلحت پرسم. من در صنف 6 بودم، قرآن میخواندم. خدایا شکر که تا امروز آن را میخوانم و به دیگران تعلیم میدم. مادرم گفت که به ایشان نوردین جان سوال ده که اون کس چی میگویند. گفت خواهر عزیز اسلامی، اسلام برای خانم ها کار کردن حرام نکرده است. وقتی که شما با حجاب اسلامی با سطر اسلامی کار میکنید، در کجام جایی که باشه، خواه در کارخانه است، خواه در مؤسسه هست، خواه در مکتب است، کار کردن شما رخصت است. زیرا که شما از روی مستی به کار نرفتید، از روی ضرورت زندگی رفتید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن. پروردگار برای شما زنهای اسلام اجازت داده است که در حالت ضرورت، در حالت احتیاج برای حاجتاتان روید. حتی فقهای ما زنهایی که در عده باشند از خانه برآمدنشان رخصت نمیتیم به ضرورت. و زنی که شوهرش وفات کرده باشد و تعددت الموت و تخرج معتدت الموت فی الملوین، زنی که شوهرش وفات کرده باشد فقها او را اجازت میتن خواه روز باشد خواه شب برایت کار کند، برای خود نفقه یابد. بنابر او مسافری که خدا رحمتش کند از احکام اسلام خبر ندارد و باید به شما ایراد نگیرد، زیرا که او خود نمیداند که اسلام به زنها تا چه حد آزادی دادگی است. او بیچاره شما رو میبیند در لباس اسلامی شما رو طعنه میکنه. اما اگر یگان همسایی همون قشلاقش با سر لوچ و با کرتی آستین کلته بیند دم نمیزند، هم تو پیش خودی گذشته میرد، نمیگوید بچه می سرت پوش یا کرتی آستین کلته پوش. اما شما با لباس اسلامی هستید، برای زندگی کار میکنید، شما رو طعنه میکنند. وای به حال مصفه. خواهر عزیز، خواهش من عزیز شما همین است. وقتی که شما آداب اسلامی رو رعایت کنید، وقتی که شما در راه مکتب رفتن یا در مکتب چگونه اسلام از شما طلب میکند با معلم‌های دیگر دست به دست سلام نکنید، دستا پیش بر احوال پرسی کنید، با که ندارد کار کنید، کار برای شما حلال است. خب یک چند طالبی به من سوال میکنن که ما باید در پیش خدا سجده کنیم، یعنی سلام کنیم. چرا عروسای ما بسیار سلام میدهند؟ این به ما درست است یا نه؟ التماس گویید. اکنون امروز عادت شده است بسیار عروسک ها رو میگویند من خود که ندیدم، شاید زمان ما ده نبودی، پسا پیدا شده.
در وقتی آوردن خانه شوهر میگویند اونها سلام میکنند. نگو او تا چه حد سلام میگه؟ اگر سلام اونها به حد تعظیمه که سرشان به پایان خم شود، از میانشان پایان مثل رکوع بار، این حرام است. اگر مانند رکوع خم شوند این حرام است. خواهرای اسلامی، مادرای مسلمان، نگذاره دخترها این کار کنند، زیرا که سجده تعظیم در غیر خدا درست نیست. لیکن فقط راست ایستاده که قامت سے جنبان دو سر سے خم کند برای احترام پدر عروس یا مادر عروسش، این باکی ندارد. خود سلام نامه که در پیش عروس ها میخوانند، حالا بعضی زنهای مادرای ما این عادت کرد، این از اسلام نیست. دروغ میگویند که حضرت فاطمه رو در پیش سلام نامه خواندن. دروغ است. این فاطمه رو من حکایه شوهر کنیش با شما کردم. نه سلام نامه خوان داشت، فقط او را همراهیش رسول اکرم فرمود اسما بنت عمیس ینگشان آوردند، در خانه شیناندند، خوشان از در بیرون برآمدند، انتظار علی شدند. نه سلام نامه خوانی بود و نه تعظیم کنی بود و نه دیگر. بنابر خواهرای عزیز، مادرایی که صدای من میشنوی، امکانیت داشته باشه همین سلام های بی مضمون من کنیتان. از اون سلامی خم و راست شدن 10 بار و 20 بار شما مادرها عروس نصیحت کنید که پدر و مادرش احترام کند، شوهرش احترام کند. وقتی که شوهرش از در میدرد پیش وی خیزد، وقتی که پدر و مادرش به طهارت میرد برای وی آب تیار کند، این نصیحت ها رو کنه. او سلام خوانی بی فایده چی در کارد؟ وی از اسلام نیست. مادرای قیامتی، السلام علیکم داملای عزیز. من یک خواهر اسلامی هستم، نماز شب میخوانم و بعد از آن با تسبیح 100 بار سوره اخلاص میخوانم. میخواهم این سوال من را جواب گویید که ثواب او چی؟ البته خواهر عزیز، خواندن سوره اخلاص این سبب خلاص شدن شما از آتش دوزخ است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه گفتند یا رسول الله، فلانی شخصی که به ما راهبر کرده به جنگ روان کردی، در این سفر همیشه بالای ضم سوره در هر رکعت سوره قل هو الله میخوان و همون ضم سوره اکتفا نمی کرد. پیغمبر خدا گفتن او رو پرسه که برای چی بالای ضم سوره باز در آخر سوره قل هو الله را هم میخواند؟ پرسیشه. وقتی که از او صحابه پرسیدن، او گفت که من این سوره رو دوست می‌دارم زیرا که به صفات خدا هست. رسول اکرم وقتی که این جوابش گفتن، حضرت گفتن که به او بگویه که این بنده را خدا هم دوست می‌دارد. بنابر خواندن سوره اخلاص، این سوره قل هو الله، برای هر یک بنده مومن که با محبت و اخلاص خواند، نشانه دوست داشتن خدا هست و نشانه آن است که خدا هم این بندش دوست می‌دارد. خواهر عزیز، وظیفه کنید خوانید. خب و سوال دیگر، نماز تهجد را نیت نماز نفل گوییم می شود یا اینکه تهجد گوییم؟ خواهر عزیز، همه نمازها نفل هستند. شما وقتی که برای نماز تهجد شب میخیزید، نیت نفل کنید. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز رو آوردم به قبله به جهت کعبه، خود همین کفایه میکنه. برای نمازهای نفل، برای نماز ضحی، برای نماز اشراق، برای نماز مثلا تسبیح، برای نماز تهجد، فقط نیتی نفل کفایه میکنه. همین نیتی مطلق نماز کفایه میکنه. و در آخر همه ما عاجزه های جامعی ما را دعا کنید که برای آخرت و برای تقوا هدایت نمایدشان. پروردگار خواهر عزیز مانند شما بارین خواهرای اسلامی ما را، دخترای ما را توفیق دید و از بی حیایی و بی عفتی باز استند. السلام علیکم استاد. سبب پیدایش اذان و قامت و حکم آنها را که فرض است یا سنت بیان میکرده. خداوند شما را و اهل بیتتان را نگه دارد. در این باب من یک صحبتی خیلی مفصلی داشتم. اگر شما از همین جوانایی که فیته میفروشند، یعنی نوار میفروشند، کسیت ها را پرسید شاید باشد. یعنی من اصلی پیدایش اذان است و کی اول شده اذان گفت و پیش از اذان چی باید کنیم، گفته صحابه مشورت کرده بودند و گفتن اذان در کدام نمازها سنت است و در کدام هاش نه، و برای نماز قضایی اذان گفته می شود یا نه و چی گفته می شود. من مفصل یک جمعه پره
فقط در باب اذان صحبت داشتم. شما انشاءالله خواهد از امونا پرسید، همین کسی رو به شما یافته می‌دهم. و الا اگر نباشد خدا خواهد من جمعه در این موضوع باز میگردم با صحبت میکنم. استاد عزیز، وقتی نماز پیشین شده است، استادم به مسجد نمی رود، من چیکار کنم؟ نماز با جماعت از من ترک می شود، خدمت استاد را کنم یا به مسجد روم؟ التماس جواب گویید دختر. جوان خوب، پروردگار علم شما را زاید کند و حفظ کامل نصیبتان کند. وقتی که استاد یعنی داملا در خانه شما مهمان می شوند و وقتی نماز می شود آواز مسجد محله برای نماز بلند می شود، اگر استاد شما حقیقی عالم می بود، حقیقی تقوادار می بود، باید این ندای الهی را اجابت می کرد، مسجد می رفت. وقتی که استاد مسجد نمی رود میگوید که نه در همین خانه می خانیم، تو اون استاد از کفاش نرو، خود رو مسجد نماز جماعت خوان بیا، بعد از آن او را ضیافت کن. چرا که بعد استاد خلاف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کار کردن. جناب پیغمبر میگه من سمع النداء الجفاء الجفا لمن سمع النداء ثم لا یجیب. به خودش جفا کرده است کسی که آواز اذان شنود و مسجد نرود. هیچگاه او حق ندارد، خصوصا باید استاد باشد، خصوصا باید اهل علم باشد، ثواب جماعت داند و مسجد نرود. وای به حال این اهل علم. من خیلی افسوس میکنم اکثر مسجدهای ما مسلمان ها را، اکثر مسجدهای محله ها را مله ها خراب کرده هستند. وقتی که اهل علم مسجد نمیروند برای نماز جنازه، از همین سبب خلق عوام الناس دیگه نمیروند. باز با همه مسئولیت از این منبر رسول اکرم میگویم، همون عذرهایی که بعض فقها در نماز جماعت نرفتن در فتواها گفتیان، چی در رد المختار باشد، چی در عالمگیری باشد، چی در خلاص اون عذرها همش بیکار هستند، بی اصل هستند، دروغ هستند. اگر نماز جماعت مهم نمی بود، از ابن مکتوم دیدم معذورتر کسی نبود. حضرت عبدالله ابن مکتوم پیش پیغمبر خدا آمدند، گفتن یا رسول الله من اعما هستم، هر دو چشمم کور است، مدینه تاریک است، شبهاش کوچه هاش لای است، حیوانهای وحشی بسیارند، من ندارم عصا کشی که من مسجد برد، به من رخصت میتی من در خانه خانم؟ حضرت گفتن نه مسجد بیا. داملای تو الحمدلله کور نبودگی، لیکن باید کور دل است، بنابر اختفای این داملا نرو که گمراه بشی، الله مغفرتش کنه. باز تکرار میکنم، داملا خیال نکنن که داملا دیدگی نیست، عذرهای ساخت کننده جماعت. من دیدگی هستم، عالمگیری دم دیدم، فتح الرحمن دم دیدگی هستم، خلاصه دم دیدگی هستم، لیکن همه دروغ هستند اونها. انا همون فتواها امت اسلام پراکنده کردند، انا همون فتواها امت اسلام از مسجد دور کردند. رسول اکرم وقتی که در بیماریه که 3 روز بعد از آن وفات کردن، همگی 16 نماز یا والله اعلم 13 نماز از مسجد موندن، کشتاره کردن، پاهای مبارک بیجان بود، زمین ده کشیده، مسجد شان بردن نماز خواندن. ایشانای ما ملاهای ما خدای باشد اگر خود تا آب گرم و تا کمسنگیر میرن، اما مسجد در پیش خانهش است، از آن براد نمیرد. دروغ یک مهمانخانه دارد، هم مهمانخانهش نماز میخواند. همین علماها مسجدها را خراب کردن. اینها یاردمچی های استالین لنینند. الله مغفرت. السلام علیکم استاد عزیز. شخصی از کلوش یا محسی شیخ مریده گرفته به خود تومار کرده میگردد، یا یک سنپول یا دیگر چیزی را از اونها آورده به خود تبرکاً نگاه می‌دارد. درست است یا نه؟ درست نیست. هیچ کدام اینا درست نیست، این خرافات است. نه همون پولی، همون شیخ ایشون کسی شما رو سر پول میکنه، به خدا رحمت کنه، همه ایشون هم ما رو پول داده هستن. همون کمبغلان هم پول یادش با سر پول نمیشه، با طرف کمبغل شدی استادیان. نه او توماروش کلو چه که باید بیچاره پول توالت درآمده است، ولی چی تبرکی داره؟ این خرافاتات رو باور نکنید. عصر 21 شد ایستاده سه. جوانای خوب هوشیار شوید.
من از روی هوشیار شویم گفتم فقط گپ میشنوم. آدم‌ها دیگر خیلی میفهمن. من شما رو میگم هوشیار شوین عالم شوید میگم. نمیگم که خیلی دیگه کار دیگه کنید. ما یک گروه از مسلمانانی که روسیه برای کار میرویم، آنها بسیار خواهش کردند که و یک گروه از مسلمانانی که روسیه برای کار میروند، آنها بسیار خواهش کردند که ما ثبت بابایشان در روسیه ما میماندیم و بسیاری از چچنها و برادران دیگر خواهش میکردند که موعظه های اینها را با روسی به ما بیارید. بنابر بابایشان یگان راه نیست که با روسی صحبت کنید. اولش برادر عزیز من روسی رو نمیدونم. انشاءالله در روسها، در چچنها، تترها علماهایی هستند که صدها برابر من زاید فصاحت دارند، علم دارند. اونها صحبت کردگی هستند. و خلاصه احتیاجی به صحبت ما ندارند. خدا نگهدار داره. من وقتی زبان روسی رو خوب خواندگی نیستم. السلام علیکم بابایشان. ما دو نفر جوان 22 ساله، یکی حسن و دیگری حسین و با هم برادر هستیم. خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب دهید، زیرا که ما تشنه سخنهای خدا و رسول و عاشق سخنرانی شما هستیم. متاسفانه با تقدیر خداوند از مسجد و از نمازهای جماعت محروم هستیم و خدا را شکر میگوییم که ما به این قضای الهی راضی هستیم. ما مظلم هستیم، هر دو هم از پا ناروا هستیم. دائما کسیدهای شما را گوش میکنیم و به کتابخوانی و عبادت خدا مشغولیم. نمازهای من را دائم میخوانیم و ما در مغازین نشسته تجارت بکنیم. داملا از ما میتوانیم که با یک طهارت در ساعت 2 نماز پیشین و عصر را یک جای خوانیم. راه آسانش را به ما گویید بابا جان. جوان خوب، وقتی که شما معذور باشید، اسلام برای شما اجازت داده است که 2 نماز در یک وقت جمع کرده خوانید. نماز پیشین با همراهی پیشین خوانید در وقت پیشین یا در وقت عصر، کدامش به شما امکانیت شود. نماز شام خفتن اگر خوانده باشید هر کدامش در وقتش خوانید، و الا اگر همون وقت به شما طهارت کردن مشکل باشد می توانید هر دوش جمع کرده خوانید. زیرا که اکثر فقهای عالم اسلام جمع کردن بین 2 نماز برای معذورها اجازت داده گشتند. در فقه سنت هم هست، آب باشد در دیگر کتاب‌های فقهی هم این هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مسلم است، بخاری است، که بین 2 نماز جمع کرده هستند. و ما در مغازین پاپیراس میفروشیم. آیا درست است یا نه؟ نه جوان خوب، اگر امکانیت باشد پاپیراس نفروشید، زیرا که پاپیراس حرام است و پول او هم حرام است. امکان داشته باشید جای او چیزی دیگری فروش، خدا خواه پروردگار برکت او را از پاپیراس فروشی زایدتر برای شما میکند. و دیگر اینکه در رادیوها و گزیته‌ها هر هفته ما طالع نامه می نویسند، مانند پیشگویی که 1 هفته است برای تو این خوب است یا بد گفته. آیا این طالع نامه های گزیت راست است؟ نه، این دروغ است. زیرا که غیر از پروردگار کسی فردا چی می شود نمیداند. اگر این طالع نامه دانه ها می دانستند خوشان نمی مردند، خوشان کسل نمی شدند، خوشان تشویش نمی شدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کس نمیداند که فردا چی میکند چی میشود. به اینها باور نکنید. سوال دیگر، در حق یک کس گمانی بد کردن یا تهمت کردن یا با یگان دوست خدا و عالمها نفرت داشتن و حقارت کردن چی گناه است؟ البته گمانی بد کردن در حق یک برادر مسلمان این گناه کبیره است و دشنام دادن عالم ها هم این گناه کبیره است. بنابر هر مسلمان کوشش کند خودش از نفرت داشتن نسبت به علماها و دشنام دادن علماها نگه دارد که و الا هلاک بشه. فقهای کرام در کتاب حدود حتی یک عالم با سخن به آدابانه اگر چیزی گوید اون در شریعت تعزیر واجب می شود. از این سبب باید هر یک فرد مسلمان احتیاط کند که نسبت به پیشواهای اسلام به آدابی نکند و الا باز تاکید میکنم که در گناه میغوطد، فردا در پیشگاه خدا شرمنده است. تعجب است، افسوس است. شب در تلویزیون نگاه کردم
در وقتی در اسپانیا جنازه کردن بعضی مرده ها، کرال اسپانیا، پادشاه اسپانیا دست پاپش بوسه کرد. اما امروز علماهای اسلام در نظر ما مسلمان ها چنان به قدر هستند که یک آدم قطاری باری قدر ندارند. در نظر مسلمان عادی حالا اون منصبدار و او پرکرار و دیگه حساب نیست. این نشانی بدبختی است، نشانی بے فرهنگی است، نشانی بے ناموسی ملت مسلمان است. حتی یک عروس الکش در کوچه بینی، اگر یکم ملای مسجد شه بینه سویتا آتیش گفته داشت بوسه میکنه. سوال کرد نگاه داشتن سگ یا پیشک در حولی درست است یا نه؟ نگاه داشتن سگ در خانه، در داخل خانه باشد اگر درست نیست، اما در حولی داشتن سگ در حولی جایز است. برای خاطر پاسبانی، برای خاطر مثلا زراعت بانی کردن یا برای خاطر شکار نگاه داشتن سگ رسول اکرم رخصت داده هستند. اما سگ برای خاطر جنگ نگاه داشتن چگونه من بعضی سگ بازا برای خاطر سگ جنگی سگ بانی میکنن و حرام است. سگ یا در داخل خانه، در درون خانه هاشان، در جایی که اوقات میخورن میشینن در همونجا دارن، اگر این حرام است. این هر روز رسول اکرم گفتن از نامه اعمال کسی که در خانه سگ دارد مانند یک کوه احد بار این ثواب کم میشود. سه حالت اسلام سگ اجازت میده نگاه داشتن. یکی برای ده مرده ها، یکی برای کسانی که حولی کشاد دارند برای پاسبانی مالهاش و زمینش، یکی برای آدمی که شکاری باشد. دیگر حالت دارد. اما پیشک باشد باکی ندارد، پیشک در خانه نگاه داشته. سوال دیگر داملای عزیز، بعد از قیامت شدن از سر آدم پیدا شده در دنیا زندگی باز بسر می شود، باز سر می شود، مثل قوم نوح که برای نسل حیوانها و اینها باقی ماندن خداوند چند باقی میماند. یعنی سوالش خانه بده او مقصد سوالش همین است که بعد از قیامت باز در همین دنیا زندگی می شود. نه برادر عزیز جوان خوب، بعد از قیامت این عالم از بین می رود، عالم دیگری هست که در آنجا پروردگار بندگان خودش از اول تا آخر زنده می کند. آن روز روزی دارالجزا هست. کسانی که ایمانی به خدا داشتند، عمل صالحی کردند، مکافاتشان بستانسرای بهشت است. و کسانی که سرکشی از طاعت خدا کردند و نافرمانی خدا کردند، اونها را قرارگاهشان زندان پرعذاب دوزخ است. دیگر در اونجا نه حیوان است و نه سگ و نه پیشه است، او عالم دیگر است. سوال دیگر، اشاره سبابه برای زنها هم سنت هست؟ اشاره سبابه چی برای مرد چی برای زن همه برابر سنت است. این سنت رسول اکرم است، سنت مؤکده است. ترک کردنش سبب گناهکاری است. کسی بعد از دانستن و شنیدن احکام اشاره سبابه باز هم از قفای فقه کیدانی رود و اقتیام فقه کیدانی یک جای حشر می شود. کسی که اشاره سبابه میکند او انشاءالله روز قیامت همراه رسول اکرم است. با احترام ما برادران اسلامی شما از ناحیه حصار قشلاق تاشبلاد، از سبب که یک برادر ما به مسجد شما می رود، او گفت که هفته آینده سوال و جواب است، بنابر ما به سوالهای زودتر به سوالهای ما جواب دهید التماس دارم. السلام علیکم داملای عزیز. هیچگاه دردی سر را نبینید، چون که یک در اسلام را برای ما شما کشاده گرداندید. شما 2 هفته سوال ننوشتید، گفتید ما سخن شما را نشکستیم. هفته ای که شما گفتید زن از رئیسه های محله شکایت کرد، این زن داملای عزیز حق است، چون که بعد نماز چند از زنان دیگر هم گفتند که ما را هم رئیسه های محله آگاهی دادند. ما 8-10 زنی که از قشلاق به اینجا می آییم با آن خواهر باشد یا مادر میگوییم که او از هیچ کس نترسد. غیر خدا ما زنان آزاد هستیم. هیچ رئیسه موافق قانون حق ندارد که ما را از راه مسجد باز دارد. و به این قانون شکنی های رایان وحدت شما چی بگویید؟ خواهر عزیز، منم از شما هم تو جوان مردی رو طلب دارم. من نه اینکه از شما از هر یک گرجدنین یا از یک فرد مسلمان تقاضا دارم که اونا باید حقوق خودشان دانند.
باید اونها کنستیتوسیایی که دولت قانون اساسی برآورده است دانند، قانون آزادی دین و آزادی وجدان دانند. هیچ کس حق ندارد خواهر عزیز شما را از مسجد منع کند. وقتی که شما را همون رئیس محلتان یا رئیس زنهای کلخاستان از مسجد منع کند، شما به او سوال کنید که تو زنهایی که با فاحشخانه میرن او را منع نمیکنی؟ تو زنهایی که بررسی برای کار میرن او را منع نمیکنی؟ از او پرس که تو به من چند سوم ماهانه میدی؟ اما رئیس معطوف به من چی یاردم کردی تا امروز بوگی با بالای من تو خودی نمیکنی؟ جناب خواهرای اسلامی، من نمیتونم از جانب شما دفاع کنم آخر. بنابر شما هر کدام بود آزاد است، خداتان محافظت کنید. برای رئیس جمهور کفیل آزادی هستن. خوشان در دینگی مراسم برآمدشان گفتن که قانون شکنی هایی که در کجا میشود شما را تحقیر میکنند، شما نویسید آزادانه به من اونها را جوابشان میگویم. نویسید مادرای عزیز، اما از من طلب نکنید، خواهش میکنم. اینه داملای عزیز، من یک تا فرزند دارم، شوهرم در زندان است و من را پدر و مادرم اجازت نمیدهند که پیش شوهرم روم. آیا من امکانیت دارم که با آن خوراکه برم؟ از شما خواهش میکنم جواب دهید. التماس داملای عزیز. خواهر عزیز، میتوانید شما برای زیارت این خبر گرفتن شوهرتان روید، همراه یا برادرتان است یا همراه پسرتان است. وقتی که شما با آداب اسلامی لباس پوشیده باشید، حق دارید رفتن شوهرتان خبر گرفتن. پدر و مادر شما را در این باب حق من کردن ندارند. داملای عزیز، سوال من این است: برای امامی که عقیم باشد، یعنی بی نسل باشد، که این امام شخصی با تقوا و داعی است، ولی بدبین‌ها از پس او هر خیل گپ میگویند، شما چی میگویید؟ من میگویم که نماز از کفای باید درست است، زیرا که عقیم بودن، یعنی بی ذریه بودن، برای امامتی هیچ علاقمندی ندارد. او اگر با تقوا باشد و داعی باشد، از کفای او نماز خواندن برابری از کفای یک پیغمبر نماز خواندن است. بنابر دشمنان اسلام در حق پیغمبر هر چی گفتند، برادر عزیز، در حق ما هم تو هر چی میگویند، در حق دیگر بزرگان میگویند. بنابر باید ما از این غمگین نشویم. با یک التجا دارم، خیلی وقت است که دل من گرفتار یک کسدی غیر مقرری گشته است. التماس من همین که در حق من یک دعا بکردید، چون که جمعیت شما بسیار یک جماعی با نفوذ اسلامی است. شاید که همین دل پردرد من شفا یابد. من از راه خیلی دور آمدم. التماس پروردگارا این برادر عزیز ما را شفای کامل دید و به حرمت این لحظه اجابتی دعا از این درد، از این بیماری او را خلاص گرداند. آمین یا رب. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، خداوند همیشه شما را نگه دارد. سوال: من الحمدلله از شنیدن کسیته های شما نمازخوان شدم، اما یک رفیق دارم میگوید که نماز میخوانی و عرق نخوری، نماز نخوانی و عرق نخوری و زنا نکنی. چی در کار است این زندگی؟ چی مضمون دارد؟ و اونها به من میگویند که تقدیر ما همین عرقخوری و زناگاری است، ما چیکار کنیم؟ من دیگر نمیتوانم به اونها چی گویم، جواب یافته نمیتونم. التماس به من جواب گویید که من انتظارم. او برادر عزیز، شما به اون کس برادرتان گویید که برادر عزیز، تو از کجا میدانی که در تقدیرتون نوشتگی است که تو عرقخور شو؟ او تقدیر یک کتاب پوشیده است، کسی نمیداند. آره ما به تقدیر ایمان داریم، لیکن در تقدیر خدا ننوشته است که فلانی بعد به دنیا آمد باید عرقخور شود. این تو نوشتگی نیست. اگر این تو نوشتگی می بود، خدا پیغمبر نمیفرستاد، کتاب نمیفرستاد، حرام و حلال نمیگفت. یعنی تقدیر از چشم ما پنهان است. بنابر همین چیزی که خدا حلال گفت است حلال است و چیزی که حرام گفت است حرام است. ما باید به گفته خدا عمل کنیم، ما باید به گفته شریعت عمل کنیم. بنابر این وسوسه شیطانی است. پرس او را که تو از کجا میدانی که تقدیر در همین نوشتگی است؟ وقتی که نمیدانی باید حکم خدا را عمل کنی. بنابر آن چیزی که در تقدیر نوشتگی است او مجبوری نیست. ولی کتاب‌های عقاید هم هست، پروردگار تقدیر نوشته است، او هم با صفت نوشتگی است، نه با حکم. این معناش همین است که همین بنده من بعد از آن که به دنیا آمد، وقتی که عاقل و بالغ شد، با اختیار خودش راه فساد پیش میگیرد. علماء ها میگویند او را حرام است، این حرام است، او قبول نمیکنه، به اختیار خودش عرقخور میشود، به اختیار خودش مثلا زناگار میشود، به نماز میشود. این تو نوشتگی است، نه اینکه نوشته باشد که همین فلانی به دنیا آمد باید عرقخور شود.
اگر این تو نوشته میشد خدایش کسی عذاب نمیکرد. و این وسوسه شیطانی است. او برادر خوش نگاه دارد و الا هلاک ابدی می شود. السلام علیکم، خدا شما را نگاه دارد. سوال من بعدی التحیات خواندن، بعدی آیت خواندن صدق الله العظیم یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون ناگفته صلوات بفرستیم درست است یا نه؟ به جواب انتظارم. نه برادر عزیز، قرآن باید خود علاهده باشد. حالا بعضی قاری ها رو من میدانم که بعد از قرآن تمام کردن صدق الله ناگفته یک بار چند صلواتی پای در پای هم میخوانند. تو بیچاره شنونده ها فرق نمیکنن که کدامش کلام خدا است و کدامش صلوات است. بنابر علی قاری هم در شرح جزری یک جای کردن غیر کلام خدا را با کلام خدا جایز نیست میگوید. نبا از قاری ها من خواهش دارم که قرآن که تمام کردن آیات شانه صدق الله العظیم گویند، ثانی صلوات با یک لحن دیگر یا که بعد از صلوات صدق الله العظیم گفتن خوانند. به جای صلواتی پای در پای خواندن نیم ساعت یک ساعت وقت گرفتن خوبتر میشه. قاری های ما یک دو صحبت فقهی با اهل مجلس کنن، این بهتر است. ایشان نورالدین خواهش میکنم به این سوال من جواب گویید. در وقتی که روزدار باشی آب دهان را فرو بردن ممکن است یا نه؟ ممکن است، باکی ندارد. تو هر قدر که بسیار هم باشد فرو بردنش روزه را فاسد نمیکند. سوال این که ضرورت میشود با دکتری دندان رفته دندان را میکنی در رمضان درست است یا نه؟ درست است، به شرطی که در حلقت خون نرود یا آب نرود. پروردگار عملتان را از این علمتان را از این زاید گرداند. زنهایی که فاحشه هستند روزه میگیرند، روزهشان ثواب دارد یا نه؟ بعد از روزه باز فاحشگی میکنند. البته شنیدن خود این سوال آدم ناراحت میکنند. زنهایی که فاحشه هستند اگر فاحشگی را حلال دانند، یک منبع درآمد دانند، اونها کافر هستند. نه روزشان درست است نه نمازشان، هیچ کدامش درست نیست. لیکن اگر اون گناه بودنش نمیدانند، خیال میکنند که مدنیت امروزه ترقیات همین است، باید ما این کار کنیم، هم زناگاری میکند و هم با نماز میخواند، من برای این شخص ها میگویم که پروردگار انما یتقبل الله من المتقین در قرآن میگه من عبادت از بندگان با تقوام قبول میکنم. بنده که تقوا نداشته باشد و نه نمازش قبول است نه روزه است، فقط فرض از گردنش ساقط میشود، فرض رمضان. اما رمضانی که و شوینده گناه باشد، رمضانی که در پیشگاه خدا مرتبه شفاعت داشته باشد، رمضان این مرد فاحشه نیست، رمضان این مرد این زن زناگار نیست. او رمضان این تو رمضان نیست. بنابر خواهش میکنم من از خواهرای اسلامی که صدای من شاید روز شنوند ناگهان از این راه قباحت و افلاسی باز ایستند. روز قیامت سخت‌ترین عذاب برای فاحشه هاست، سخت‌ترین عذاب برای زناگار هاست. خواهرای عزیز، لها 7 ابواب لكل باب منها جزء مقسوم. حضرت عطا ابن ابی رباح میگه دوزخ 7 دروازه دارد، از همه سخت‌ترین عذاب و بدبویترین کمری عذاب برای زنهای فاحشه و مردهای فاحشه است. خدا تان نگه داره. نه روزتان فایده تان میکند، نه نمازتان فایده تان میکند، نه کار خیر، نه مولانا رفتناتان. امروز گرد مولانا رو زنهای سرلوچ کندوچ رنگی روز سال نوروز کردیم، هیچ کدامش فایده ندارد. شخصی که روزدار است ناس میکشد چه حکم دارد؟ روزش میشکند، ناس روزه رو میشکند. داملای عزیز، کدام سوره است در قرآن که بسم الله ندارد؟ سوره براءت هستیم. کدام پیغمبر را کرم زده است؟ هیچ پیغمبر کرم نزده است، دروغ است. فقط حضرت ایوب علیه السلام بیمار شدند، بیماری وزنین، بیماری که خیلی عذاب کشیدن چندین سال، اما کرم زدنش این دروغ است. این یهودی های بدبخت برای پیغمبرها رو سیاه کردن و برای پیغمبرها رو بی قدر و بی همت قدر کردن، این گپا رو بلافتگی هستند. من میدونم با چاپ کتابخانه دماغتون نسوزد. استنی ایوبی صابر کوتی قربان، این دروغ است. در یگان حدیث صحیح از رسول اکرم وارد نشده است.
در یگان آیت هم نآمد است که ایوب کیر میزد. من ایوب حکایش با شما کرده بودم. آره این هست در تفسیرها، مفسرها در آوردن که کیر، اما دروغ استی. بیمار شدند، مجروح شدند، چند سال خواب بودند، اما همه اعضاشان کیر میزد و از نفرت آدما پیشان آمده نتانستن. بعضی تفسیرات هست والله که اکثر مفسرهای امروزی عالم اسلامی این دروغ است. کدام پیغمبر را علاو زدند؟ حضرت ابراهیم علاو زدند، الحمدلله که علاو او را نسوزانی. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. پروردگار آتش برای ابراهیم گلستان کرد، باغ کرد. کدام پیغمبر است که در این دنیا و در آخرت دوزنده بود؟ اولش که در آخرت دوزندگی نیست، اونجا ماشینه نیست. نه پیغمبرها دوزندگی میکنن در اونجا، نه دوزنده های این دنیا. دیگری در دنیا کدام دوزنده بود ایش من که نمیدانم. برادر گو خدا اگر یگان وقت چشم غلطه در یگان جا با میگویم. کسلی های شوش شرایط آب و گرم و خنک دارند ولی کسلیشان اوج میگیرد. این ممکن است که تیمم کنند، ممکن است که تیمم کنند. تیمم کتی خوانند نماز باشد. السلام علیکم، خدا شما را نگه دارد. من یک شخصی غنی هستم و جاهل بودم، اما وقتی که کسیته های شما را در بازار می گذاشتم که به گوشم رسید، استاده گوش کردم و بعد از آن فکر کردم که انسان باز در آخرت زنده می شده است و او را می پرسیدند. من بسیار گوش کردم و همون کسیته را خریدم و در باب جنت است. من با رفیقانم می گفتم که آنها همش من را رفیقانم می گفتند که اینها همه دروغند، به اونها باور نکن، اما من از اونها جدا شدم. آنها می گویند بیا برویم به کازینو و به عرقخوری، من نمی روم. دامنای عزیز در حق من دعای کنید که روز جمعه روز اجابت دعاست، خدا من از اونها دورتر کنه. برادر عزیز خوشا به حالی تو که برای خدا شده از رفیقای فاسق دور گرفتی. جوانای عزیز، ملاهای گمراه که امروز با همه گمانی نیک دارد که همه مسلمان است، سر استال استول نکاح بریده نمی شود. حال مسلمان ها رو ببینید. افسوس که شما رو خدا کور کرده است، شما رو چشم عقل نداده است، شما رو چشم سر حیوانی داده است که فقط روی کتاب میبینید، دیگر عقل تفکر نداده است شما. من این به همون کسی خطاب میکنم که به من مکتوب اعتراضی کرده است در باب طلاق نشدن سر استال استول. امروز اکثر جوانهایی که در دوشنبه هستند، در رایان ها هستند، نه به قیامت باور دارند نه به جنت و دوزخ باور. تو نامسلمان خودت عوض از اونها را پرس، از اما عروس و داماد که سر استال استول میکنند در رستوران را پرس و نه جنت باور دارند نه دوزخ دارند. حیف اسلام که تو بارین صاحب علم دعوای مسلمانی میکنی، تو بارین صاحب علم پیشوای اسلام میشوی. حیف همون اسلام، حیف همون علمی که خدا در تو داده است، اما عقل تفکر جهان بینی نداده است. وای به حال. برای من با ملایی کرده است اشارت الناس و دلالت الناس ایسر ادمونه. بینار پیش کپیر محمد را گو. افسوس میکنم که همونا در روی من به من صحبت نمیکنند، در یک حالت به من صحبت میکنن که من نمیتونم در اینجا یک گپی درست کنم. داملای عزیز در رکعت آخر التحیات خواندی و فراموش کردی بالای او سوره فاتحه بخواند، نمازش تمام میشود یا نه؟ بعد از خواندن التحیات در رکعت آخر کسی اگر الحمد خواند ثانی همون وقتی سلام کرد نمازش تمام میشود، هیچی بر او واجب نیست، نمازش درست است. لیکن در جای التحیات اگر الحمد خواند پس آن یادش رسد که التحیات خواندی استادم، از نو التحیات خواند و با ثانی صلوات سجده سهو کند و پس آن با التحیات خوانده صلوات ها رو خوانده سلام کرد. لیکن همون الحمد خواند و با یادش نآمد در قعده سلام داده خسته رفت، نمازش درست است، اعادهش واجب نیست، فرض به جا آمده دیگر. داملای عزیز وقتی که با میکروفون از آن گویی در حالت حی علی الصلاح حی علی الفلاح طرف چپ و راست میگردید، البته میگردید، میکروفون از دور هم صدا رو میگیره جوانشون،
ایشان نورالدین جان خدا شما را نگه دارد. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردن که توی سر استال استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گفی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که ایشان نورالدین جان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردن. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استال استول نکنی. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو عاق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو عاق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادر تو عاق شد، همون پدر و مادر تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد ابن ابی وقاص هستی. خوشا به حال تو جوان با همت. آره پدر و مادر تو احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو برد استادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو عاق نشدی. اونها را با هر سحری زیارت کن، اونها را دستاشان رو بوسه کن، خدمتشان که انشاءالله اونها از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان، تو گناهگار نیستی. انشاءالله تو جنتی هستی. وای به حال اونها. السلام علیکم داملای عزیز، خدا شما رو نگه داره. ما یک گروه جوانا 5 وقت نماز را الحمدلله میخوانیم و در یک هفته 2 بار به مشق میرویم. نماز را در جای مشق میخوانیم، اما از جماعت مسجد میمونیم. گناه هست یا نه؟ نه، ضرر ندارد. اگر شما مثلا جای مشقتون از مسجد دور باشد، باکی ندارد که نمازتون در همونجا کنید. بارک الله برای شما جوانای با همت، جوانای دیندار. پروردگار شماره شما را زاید کنه روز از روز. مسجد نزدیک باشد، امکانیت باشد به مسجد بیایید، اما اگر دور باشد باکی ندارد، در همونجا خودتان جماعت کنید نماز. داملای عزیز خدا شما را نگه دارد که بسیار کمبودی های ما را روز تا روز روشن میکنید، که ما بسیار از کسیته های شما گوش میکنیم و از اسلام با خبر شدیم. ما طلبه های مکتب عالی هستیم. ما را معلم تاریخ اسلام درس میدهد و میگوید که ما اهل فارس تبر مسلمان هستیم. عرب ها دین اسلام را مجبورا به ما بار کردند. به این سوال ما جواب گویید. نه جوان خوب، این دروغ است، این تهمت است. شما به اون معلم گویید که ما را کمونیستا تبر مسلمان تبر کمونیست کردند. اسلام دین فطری است، دین خداوندی است. این نه دین عرب هاست، نه دین فارس هاست، نه دین امریکایی هاست. این دین است که هر کسی لا اله الا الله محمد رسول الله صاحب همون دین است و از کدام نسبی نباشد، از کدام ملتی نباشد، از کدام قومی نباشد. در این باب مولا محمود جان یک رساله ما مسلمان تاجیکان تبر مسلمان نیستیم در گزیته نیروی سخن برآمده بود. نمیدونم والله مای انور است یا مای فورات. خیلی مقالی پره هم بود، مقالی دراز هم بود و با سندهای تاریخی خیلی اثبات کرده بودن که مسلمان ها هیچگاه این تاجیکا ما تبر مسلمان نیستیم. هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت. این اسلام دین فطری است، دینی که در وجود انسان است، دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست. ببینید چنگیز اینقدر مسلمان ها رو نابود کرد، کتاباشو نابود کرد. بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام. استالین لینین یگان مسلمان نمونده، همه رو کش. با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد دنیا مسلمان هست. بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه. امروز آزادی است. شما رو کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید؟ از همه جانب دشمن ها حرکت دارن، شما مسجد نبیایید. اما مسجد ها روز تا روز پرند. چی کرد؟ بنابراین او بیچاره است. او معلم نه علم امروزه دارد، نه علم تاریخ خوب میداند. او یگان بیچاره گمراه است. خدا هدایتش کنه و چشم بیناییش دهد. یکی خواهش میکنم همون مقاله رو شما یا بخوانید. جوانای خوب خصوصا برای دانشجویا و حتما مهم است. السلام علیکم داملای عزیز. از سبب سخنهای شما اکثر جوانان ما نمازخوان شدند و از کارهای فاحشه دست کشیدند. ما یک گروه جوانان مخلص شما هستیم و در بعض جایها انسانهای هم یافت می شود که عالمها را حقارت میکنند، ما را در غضب می آرند. ما چیکار کنیم؟
جوانای عزیز خواهش میکنم برای خاطر ما شده شما به هیچ کس درشتی نکنید. این دشنام دادن علماها، این غیبت کردن علماها، این سنت الهی است که تمام پیغمبرای الهی از دست دشمنای اسلام روا شنیدن، گپ درست شنیدن، حقارت شنیدن. بنابراین شما به این خفه نشوید. فقط مال بعضی خودی اونهاست که فردا در پیشگاه خدا چطور بگیرن. بنابراین خواهش من از همه طرفداران مخلصان این است که از برای من پشتیبانی درشتی با کسی نکنید. با دلیل و با حجت تانید گفت صحبت کنید، اما با جنگ و با حقارت پشتیبانی کردن باشه من راضی نیستم. زیرا که خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبر و ای بنده داعی در هر عصر و زمان از سخن دشمنای اسلام و دشمنای خدا غمگین نشو. عزت از جانب خدا هست و او خود شنیدی استاد از اونها چی میگویند و دیدی استاد از روز جزاشان میتیند. برای من خواهش من همین است. شما جوانای السلام علیکم داملای عزیز. من چندین انسانها را با پرسنت پول میدادم. وقتی که کسیتی شما را گوش کردم دیگر پرسنتی را بس کردم و پولهایم را همش را گرفتم. وقتی که گناهش را فهمیدم که چی گناهی سخت بوده است، من بگویم خداوند چنین خداوند گناهی من را میبخشیده باشد یا نه. الحمدلله من حاضر نماز خوانم شدم. در حق من دعا کنید انشاءالله. جوان خوب برادر اسلامی، البته پروردگار گناهی تو رو میبخشد. وقتی که با شنیدنی خب حرام بودن او از این کار خودت نگاه داشتی، پروردگار انشاءالله گناهی تو رو میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. شخصی که از گناه توبه میکند مثل نو از مادر تولد شده است. انشاءالله تو از مادر نو تولد شدی. قرآن میگه نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من گو اگر بازگشتی به سوی من کنند، از گناهاشان توبه کنند، من گناه اونها رو میگذارم. خدا خواهد شما برای او کردارهایی که از روی نادانی کرده بوده مؤاخذه نمیشوی اگر در این توبه خود استوار بمانید. السلام علیکم داملای عزیز. در ماه سفر کردن یا توی کردن یا در خانه نو در آمدن درست است یا نه؟ البته درست است برادر عزیز. و سوال من جواب گوید که ماه سفر در آمده است. اکثر آدم ها به این کار مبتلا هستند. ماه سفر ماه خداوندی است، ماه عبادت است، ماه خرسندی است، ماه کار است، ماه توی است. بنابراین ماه سفر کردن است. هیچ کل این یگان زیان هم ندارد، یگان خاصیت بدی هم ندارد. عزیزان من، ما موحد هستیم، ما خداشناس هستیم، هر نفع و ضرر از خدا میدانیم. نه از دست سفر چیزی میبیاد، نه از دست ماه سفر. بنابراین در ماه سفر من الحمدلله ما مال هم میکشیم، در خانه هامون مثلا خرسندی هم میکنن، طبق هم میشکنن، خوب شکست در یکم کم بودی نمیشه، هر روز میشکنن و باید طبق دیگه میخره میبره. بنابراین در ماه سفر هر کاری کردنی باشه مانند پیش ماهای دیگر ادامه دادن گریتا ثواب هستی. در اسلام فال بد دیدن از ماها و از روزها و هفته ها نیست. باور کنید نیست. حالا در بعضی کتاب هایی که هستند چهارشنبه نحس است و اینش نحس است، آخری ما دروغ است. این گپا رو باور نکنید. خب این مکتوبی که خلاصش در اول صحبت گفته بودم برادری عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. اولا در حق شما و قبلگاه شما، خانواده شما نیکبختی دنیا و آخرت را تمنا دارم. بعداً از جناب شما معذرت میخواهم، زیرا نیتی من رسیدن به نفس شما نیست و زبانی که در حق شما حرفی بد میگوید سزاوار آتش باشد و با آن زبان خدایا بریده باد. اما آن چیزی که بین من و شما نافهمی است و این را من نفهمیدم و شاید کمبغلی خود میدانم، با وجود این من به تقدیر ایمان دارم. گرچنده که فقر در اسلام زشتی داشته باشد، نه زشتی ندارد. رسول اکرم الفقر و فخری گفتن. برادر عزیز، فقر با قناعت این فخر اسلام است. خوب باز از خداوند داناتر است و من میسر نشده است که بنده در مدت 1 سال 3 بار به شما مکتوب روان کردم، ولی از آن در خجالت هستم که به یگان تای آن جواب نگرفتم.
و شما در موعظه های خود در باب ترک نماز جماعت و ترک سیلی رحم بسیار سرزنش میکردید و من در مکتوب خود 3 سوال در همین باره داشتم تا امروز جواب نگرفتم. سوال اول، عذر ترک نماز جماعت، این نماز جماعت نرفتن یگان عذر دارد؟ من در اولی صحبت این سخن گفته بودم. خوب برای کسانی که بیمار هستند، برای کسانی که مثلا شب تاریک است و باران سخت است، امکانیتی حدالامکان رفتن ندارند، گمان میکنم که شریعت اونها را برای این نرفتنشان مؤاخذه نمیکند. اما خواهش من از همه این است که از نماز جماعت نمونند. فقط فقها اجازت دادیم مثلا بیمار چه باران سخته، مثلا تاریکی شب الله یا اینکه ترسیدنی از دشمن، مثلا خوفی گریزه باشد. خوب اگر خود شما از روی انصاف ببینید مسجد رفتنتان به شما زیان بیارد، شریعت شما در رخصت میتید نروید. اما اگر رفتنتان زیانی نبیارد، از ثواب نمونه، زیرا که نماز با جماعت 27 درجه زائد ثواب دارد از نماز تنها گذار. دوم، عذر قطع سیلی رحم. کدام وقت جایز است که مسلمان از خویشاوندانش برد؟ هیچگاه مسلمان اجازت نیست که از خویشاوندانش خویشی را برد. حتی اگر کافر هم باشد بریدن جایز نیست. حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش رفتن، گفتن یا رسول الله مادری من که کافر است از مکه آمد از مدینه، بخواهد به من واخورد اما اسلام آوردنی نیست، من او را خانم خیرات کنم، از احوالش خبرگیری کنم؟ رسول اکرم آره، گفتن رو، گفتن به او خدمت کن، از احوالش خبرگیری کن. یعنی سیلی رحمه بریدنش جایز نیست برادر عزیز، خصوصا برای پدر و مادر، برای زن، برای بابا و ماما، حتی کافر هم باشد فقها میگویند که نفقه اونها بر این شخص مسلمان واجب است. اما اگر برادرت باشد، اکا و خواهرت باشد کافر شود، اولش اونها به خوبی نصیحت کن، فهمان. خوب اگر اصلاح شود خوب، اصلاح نشود کم بغل باشند، نفقه اونها گردنی تو واجب نیست. لیکن رفت آمد کردن و اینه از احوالش خبر گرفتن ضرر نداره، رفت آمد کن. اینه هیچ حالت ده سیلی رحم بریدن جایز نیستی. خب سیوم، از قانون شکنی های جماعت ها، قاید قانونی آزادی وجدان و عقیده و بازداشتن زنها از نماز جماعت بود. خوبه که این بارد من چیزی گفته نمیتونم. هر یک مسلمان، هر یک گرجدنی خودش آزاد است، خودش این امکانیتی گپ زدن دارد، امکانیتی یعنی با اداره های بالایی شکایت کردن دارد. امروز گزیته های آزاد برآمده است. شما می توانید از روی کسانی که شما را تحقیر میکنن برای مسجد آمدن تا برای دینتان شما در گزیته ها نویسید، اما من نمیتونم برادر عزیز در این باب از بالای این منبر چیزی در این باب گویم با شما. باید شما این خودتان فهمید، احتیاجی به بیان کردن من نیست. بسمه تعالی. اما بعد داملای محترم، شما گفتید که کسی اگر زنا کند زنش طلاق می شود و تفسیر قرطبی را حواله کردید، ولی یک نمچه الله می گوید که در اصول فتوا نوشته شده است که از تفسیر فتوا داده نمی شود. بس ما خواستیم بفهمیم که جنابتون از کدام کتاب های اصول فتوا استفاده می برید و این قاعده را در کدام آنها یافتید که شما از تفسیر فتوا داده استادید. خوب این ملا هست، کسی هست، اما افسوس که این ملا خودش به من رو پرو نمی شود. افسوس که این ملا در اینجا نامش نمی نویسد که من خانه او روم. ملای گمنام. برادر عزیز، شما به اون ملای گمنام گوید که وقتی که صحابه های رسول اکرم یگان مسئله فتوا میپرسیدن، از کدام فتوا میدادن؟ در زمان پیغمبر و تابعین هم خلاصه و عالمگیری بود؟ در کدامش بود؟ بنابر فتوا آن چیزی که در قرآن و در حدیث است، این است فتوا. خوب وقتی که از قرآن و حدیث که موجود نیافتیم ما رجوع به فتوا ها میکنیم. خدا ما را مسئول نکرد که از فتوا ته. بنابر اصول فتوا تو پیش کن بریم ما درو کن. اصول فتوا. من اگر فتوا بیاید در خانه من 500 تا کتاب فتوا داریم. الحمدلله. شاید ما فتواهای داشته باشیم که همون مولای تاجیکستان رو داشته باشن چه دیوار.
خدا نگهدار قبلگاه ما از وقتی که ما خردسال بودیم کتاب جمع کردگی هستند. دو طرف خانه ما همش جوان کتاب است. شرمنده. خب اما بعد حضرت ایشان اینم سوال مکتوبی همون برادر رسیدم زیرا که حسن خطشان یک است. چند پیش درباره جناب شما مباحثه می رفت که حضرت ایشان شیعه شدیند. بالاخره گروه غالب آمدند با دلیل قاطع با نص قاطع با آیت اثبات کردند که حضرت ایشان شیعه شده است. نص قاطع گفته آیت قرآن میگن یا حدیث است. روز دوشنبه یکم مارس سال 2004 شما را از تلویزیون ایران همچون شیعه ها در قطار شیعه های جهان نشان دادند. امروزها همه شیعه های دنیا در مراسم جشن شهید کربلا حضرت امام حسین سهم می‌گردند. شما حقارت کنده باشید امام حسین و از شیعه های تمام دولت ها به طرز نمونه نشان دادند. شما را همچون شیعه از شیعه های تاجیکستان نشان دادند. من برای مکتوب میخونم که با نگویند که ترسید نکن. و با لباس هایی که سیاه که شعار مردم تشیع است در قطار دیگران مردم را به تعزیه امام حسین دعوت میکرده. و انشاءالله تا مردم من به تعزیه امام حسین دعوت بکنم. خب ما جمع از معتقدین شما خسته شدیم. خسته نشو برادر عزیز، ما اخلاصی به اعتقاد شما هم نداریم که حدیث پیغمبر است که من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود را به قوم در لباس که شعار آن قوم باشد مشابه سازد از همان حساب بشود. و در حقیقت در روزهای معین لباسهای سیاه پوشیدن شما دلالت میکند که شما اهل تشیع میباشید. داملای محترم هرچی تستر به این مسئله روشنی اندازید. خوب جوان خوب، اولش که نشان دادن ما در تلویزیون ایران این فضل خدا هست. ما یگان ایرانی رو به اینجا دعوت نکردیم که ما رو به اکران گرفت و به تلویزیون نشان داد. این فضل خدا هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. شاید اگه او برادری ما تلویزیون یپانی آدم ما رو یک بار نشان داده بودند، اگر او برنامه رو میدید میگفت ایشان بودیست شده است نباشد. شرمنده در حق برادر مسلمان گمان بین. مگر ما کدام برادری اسلامی ایران دعوت کردیم که بیا ما رو گیره در تلویزیون؟ اون خوب خودش دیدیست کامری بسیار است در اینجا. دیگر اینکه پوشیدن لباس سیاه این سنت پیغمبر خدا هست. ای نادان، 10 حدیث در نسائی است، صحیح نسائی، در ترمذی است، در ابو داود است، در ابن ماجه است، در صحیح مسلم است درباره لباس سیاه پوشیدن رسول اکرم محمدی است. حتی در رد المختار میگه که و یستحب لبس ثیاب السواد، مستحب است پوشیدن لباس سیاه. اولش که من در وقت پوشیدن او من برای خاطر حضرت امام حسین که من سزاوار است، تمام امت اسلام سزاوار است برای وی خون گریه کنند، من برای خاطر وی نپوشیده بودم. برای خاطر سنت رسول اکرم است سلی سیاه بستن و لباس سیاه پوشیدن. این سنت است نادان. ماننده که سیاه پوشیدن سنت است، ماننده که سواد پوشیدن سنت است، سیاه هم سنت رسول اکرم است. برادرای اسلامی ایران لباس سفید هم میپوشند، لباس زرد هم میپوشند، لباس دیگر هم میپوشند. مگر دیگر لباسش چی میگی بعد تو؟ خیریت همون برنامه یپانا رو ندیدی اصلا؟ این برادر اگر میدید حتما اعلام میکرد که ایشان تورجان و بچهش بودیست شده. بیچاره از حسد چیکار میکنی؟ چیزو رو تام دست کتی قدر عذاب میتی؟ مگر یک بیان کردن تاریخ امام حسین برای خاطری وای آب دیده ریختن، مگر این تشیع است؟ تو کور هستی تشیع نمیدانی که مذهب چیک شیکونه از ما تا اونجا فرقا هست. گفتی حضرت ابو هریره حاسدها یک مانند گردک ای به اگر در حق برادر مسلمانشان بینند مانند اشتر کرده نشان میدهند، اما اگر اشتر بار این کلام خودش عیب داشته باشد در چشمش نمیتابد. برادر عزیز از خدا ترس، از خدا ترس. اولش که من از این سفسطه های شما، از این اسقفای من گپ زدنهای شما من نمیترسم.
من بارها از این منبر اعلان داشتم که من فقط عزت از خدا میدانم، من حرمت از خدا میدانم، نه از شما. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگویند دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم مکة یوم الفتح وعليه ثياب وعليه عمامة سوداء ارخى طرفه بین کتفیه. رسول اکرم روز فتح مکه در آمدند، بر سر مبارکشان تلی سیاه بود که پش مبارک پشتشان پرتافتگی بود. حضرت عبدالله ابن عمر میگه رسول اکرم دیدم که خطبه میخواندند و علیه عمامة سوداء. این سنت رسول خدا هست. اوی شیعه با تو چی کردن اینقدر به اونها نفرت داری؟ نادان. ببین هر روز مسلمان ها رو چطور کشت ایستادی‌اند. ببین دین احمد یاسین چطور کشتن. برای وی ناموس کن.